با سلام خدمت شنوندگان عزیز شبکه پرژن ساینس. من لو می هستم. به شبکه من خوش اومدین. خوشحال میشم اگر از شبکه تازه من حمایت کنید. سابسکرایب و لایک شما باعث انگیزه گرفتن من میشه و میتونم براتون ویدیوهای بیشتری ترجمه کنم. ویدیوهای امروز از آقای اندرو هیوبرمن هست. ایشون استاد نوروساینس از دانشگاه استنفورد هستند. من سعی کردم تمام نکات مهم این ویدیو رو به صورت خلاصه براتون ترجمه کنم. چیزی از خودم به متن اضافه نکردم. اگه دوست دارین که ویدیو اصلی رو تماشا کنید، لینکش در دسکریپشن هست. خب بریم سراغ اصل مطلب. همونطور که توی موضوع ویدیو دیدید، این ویدیو در مورد اینه که چطور به درستی به بدنمون آب رسانی کنیم و هر روز چه مقدار آب باید خورد. بیاید با یه سوال شروع کنیم. اصلا چطور بفهمیم که بدنمون دچار کم آبیه؟ شاید شنیدین که میگن اگه پوست پشت دستتون رو با 2 انگشت بکشین و بیشتر از 3 ثانیه طول بکشه که پوستتون برگرده به جای قبلیش، شاید بدنتون دچار کم آبیه. و شاید شنیدین که اگه ناخونتون رو فشار بدین و رنگش عوض شه، بیشتر از 2-3 ثانیه طول بکشه که رنگش مثل رنگ اولش بشه، بدنتون دچار کم آبیه. و یه مثال دیگهش اینه که اگه جورابی که پوشیدین دور مچ پاتون جاش مونده باشه، یعنی اینجوری رفته باشه تو جای جوراب معلوم باشه، شاید بدنتون دچار کم آبیه. خب آقای هیوبرمن میگن که این تست ها یه جورایی هم درسته و یه جورایی هم درست نیست، چون بستگی به یه چیزایی داره. بستگی به این داره که چند سالتونه، بدنتون چقدر چربی داره. ولی این اندازه‌گیری ها بی‌نقص ترین مدل اندازه‌گیری هم نیستن. آقای هیوبرمن اومدن گفتن که شاید سورپرایز بشین اگه بدونین که فقط 2% کم آبی میتونه چه تأثیر بسزایی در کاهش عملکرد شناختی جسمی و اجرایی شما داشته باشه. برای تشخیص درست اندازه کافی آبرسانی به بدن یه فرمول وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که اوکی حتما به وزن بدن مربوط میشه این میزان آبی که باید در طول روز مصرف کرد، ولی گفتن که به وزن بدن ربطی نداره. حالا یه چیزهای دیگه‌ای هست که میتونه این میزان آبرسانی رو تحت تاثیر قرار بده. برای مثال میزان فعالیت شما میتونه مؤثر باشه تو میزان آبی که شما احتیاج دارید در طول روز مصرف کنید. خیلی واضحه که هرچی فعالیت بدن بیشتر باشه احتیاج به آب بیشتری داره، چون بدن برای خنک کردن خودش عرق میکنه و شما از بدنتون آب از دست میدین. یه مورد دیگه ای که میتونه توی این آبرسانی تحت تاثیر قرارش بده آب و هواست. برای مثال توی آب و هوای شرجی بدن شما به آب بیشتری احتیاج داره، چون با عرق کردن آب از دست میدین. و مورد دیگه محیطی که توش زندگی میکنید. برای مثال کسی که توی خونه کل روز هست به نسبت کسی که بیرون از خونه زیر نور آفتاب قدم میزنه یا حتی ایستاده تو معرض نور خورشیده یا تو معرض گرماست، بدنش نیازش به آب متفاوته. خب حالا بازم اون سوال مهم این ویدیو، چقدر آب باید خورد؟ یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم چقدر مایعات در طول روز نیاز داریم که مصرف کنیم؟ آقای هیوبرمن میگه که محققین جواب دقیق این سوال رو در واقع پیدا کردن. برای هر ساعتی که بیدار هستید به مدت 10 ساعت اول روزتون به طور متوسط 8 اونس یا تقریباً 236 میلی لیتر مایعات لازم دارید به صورت متوسط. حالا چرا میگن به صورت متوسط؟ چون این متوسط برمیگرده به اون عواملی که گفتیم روی مصرف آب شما میتونن تأثیر داشته باشن، مثل فعالیت بدنیتون، مثل اینکه تو چه آب و هوایی زندگی میکنید یا اینکه تو چه محیطی توی اون ساعتهای روز رفت و آمد دارید و هستید. و این مقداری که در موردش صحبت کردیم برای 10 ساعت میشه حدود 2360 میلی لیتر یا 80 اونس. و چیز دیگه که باید بهش توجه کرد اینه که
حتما نباید شما سر هر ساعت این مقدار آب رو مصرف کنید یا این مقدار مایعات رو مصرف کنید. شاید توی 1-2 ساعت بدنتون احتیاج به این همه مایعات نداره، اصلا مایعات مصرف نمی کنید و بعدش میایید این مایعات رو جبران می کنید. مهم اینه که توی این 10 ساعت این حجم از مایعات مصرف بشه. حالا چطور و چه زمانیش اصلا مهم نیست. حالا چرا گفتن که 10 ساعت اول روز؟ چون مقدار مایعاتی که بدن شما بهش نیاز داره به شکل واضحی توی صبح و 10 ساعت اول با غروب و شب فرق میکنه. یعنی بدن شما به این احتیاج داره، به محض اینکه از خواب بیدار میشه بهش آب رسانی بشه، چون بدن شما بهش توی اون ساعتها بیشتر احتیاج داره. از شما میخواد که آب رسانیش کنید و هرچی به شب نزدیکتر میشید بدن شما میلش برای آب رسانی کمتر میشه. و البته ایشون اضافه کردن کسایی که شیفت شب کار میکنن یکم داستانشون فرق میکنه، چون بیدار هستن و همچنان فعالیت میکنن به احتمال زیاد باید همچنان به بدنشون آب رسانی بکنن. توی بخش بعد آقای هیوبرمن اومدن به صورت اختصاصی تر در مورد کسایی که ورزش میکنن صحبت کردن. گفتن برای کسایی که ورزش میکنن یه فرمول به دست آوردن به اسم معادله گالپین. معادله گالپین چیه؟ معادله گالپین یک فرمول هست که به ورزشکارها یاد میده توی اون ساعتی که ورزش میکنن دقیقاً چه مقدار آب بدنشون احتیاج داره. خب این فرمول میاد میگه که شما باید وزن بدنتون رو به ازای پوند تقسیم بر 30 کنید و عددی که به شما میده اون مقدار آب به مقدار اونس هست که هر 15 یا 20 دقیقه باید به صورت متوسط مصرف کنید. برای کسایی که متریک سیستم دارن مثل ایرانی ها که از متر، کیلوگرم، میلیمتر و میلیلیتر استفاده میکنن، فرمولش اینطور میشه که شما 2 میلیلیتر آب به ازای هر کیلوگرم از بدنتون تو هر 15 یا 20 دقیقه احتیاج دارید. یعنی هر 15-20 دقیقه‌ای که از زمان تمرین شما گذشته شما باید 2 میلیلیتر آب به ازای تعداد کیلوگرم وزنتون استفاده کنید. حالا برای مثال اگه کسی 60 کیلوگرم وزن داره باید هر 15-20 دقیقه به طور متوسط 120 میلیلیتر آب مصرف کنه. خب این حالا باز به این معنی نیستش که شما وسط ورزش باید هر 15 یا 20 دقیقه یه بریک تایم داشته باشید برای اینکه آب بخورید. گفتن که میتونید مثلا اون مقدار کلی اگه 1 ساعت ورزش میکنید، اگه 2 ساعت ورزش میکنید رو از قبل محاسبه کنید و مثلا اول تمرینتون یا وسط تمرین اگه یک تایم استراحت دارید مثلا چند جرعه از اون آبتون میخورید و آخر تمرین میایید بقیه آب رو مصرف میکنید. چون گفتن که با یه سری از ورزش‌های خاص شما عملکرد ورزشیتون اگه خیلی آب یک جا مصرف کنید تحت تاثیر قرار میگیره. توی یه سری ورزش‌ها شما اگه خیلی آب بخورید ممکنه بالا بیارید. برای همین باید خیلی مقدار کم آب مصرف کنید و آخر تمرین بیایید بقیه اون آب رو جبران کنید و توی چند دقیقه بعدش مصرف کنید. و آخرین سوالی که توی این ویدیو مطرح شد این بود که اگه ورزش میکنیم باید این میزان آبی که در فرمول گالپین در موردش صحبت شد رو اضافه بر آب مصرفی روزانمون مصرف کنیم یا دیگه لازم نیست؟ و جواب کوتاه و سریع به این سوال اینه که بله، شما باید وقتی که ورزش میکنید اون فرمول گالپین رو اضافه آب مصرفی روزانتون بکنید. و گفتن که بیشتر آب مصرف کردن بهتر از کمتر آب مصرف کردنه. برای اینکه مطمئن باشید به اندازه کافی آب مصرف میکنید بهتره که اون فرمول رو اضافهش کنید. خیلی ازتون ممنونم به خاطر اینکه ویدیو رو تا آخر گوش کردین. امیدوارم مطالبی که براتون ترجمه میکنم و دوست داشته باشید و بتونید ازش استفاده کنید.
تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. یادم رفت بگم سابسکرایب، لایک، شیر و کامنت یادتون نره. خداحافظ.